و این حدیثی که من به شما بیان میکنم، سبب بیان این حدیثم از چی بود؟ از این بود که باید که خانه‌داری هایی که امروز جوانها با زنهای خود میکنند با طریق اسلامی باشد. یعنی از داخل این حدیث یک عباره او مخصوص خانه‌داری هست و با این خاطر من این حدیث را برای شما خواندم. و این حدیث چگونه ای که به شما فهمانیدم که راوی این ابو هریره هست که پیغمبر خدا گفته بود است: سبعتون لا ينظر الیهم الخالق ولا یزکیهم و یدخلهم النار. 7 طایفه بوده است، 7 گروه بوده است، 7 گونه مردم بوده است که خداوند در روز قیامت به این 7 گروه نظر رحمت نمی کند. یعنی از رحمت خداوند این 7 گروه دور هستند، اینها را اصلا پاکم نمی سازد و بازم این خداوند اینها را وارد دوزخ، وارد عذاب قرار می دهد. این 7 طایفه بی نصیب، 7 طایفه که از رحمت خدا دور هستند، اینها کیا بودند؟ و شما دوی اونها را فهمانده دادم که یکی الفاعل و المفعول و دیگر و ناکح بیدی بود. کسانی که دو مردی که با یکدیگر یک جایه می شوند، دو مردی که با یکدیگر می رسند، بچه بازی می کنند. و دوم آن مردهایی که با دست خود حرام می کنند. اینها کسانی بودند که از رحمت خداوند ناامید هستند، از رحمت خدا دور هستند. و سوم این کیست؟ دوام موضوع ما و شما. و ناکح البهیمه، پیغمبر خدا گفتند کدام مردی که با حیوان برسد. اگر کدام مردی که با حیوان میرسد، این هم از همین 7 طایفه که از رحمت خدا دور هستند داخل می شود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید 4 طایفه دیگر هم در لعنت خداست که اونها کیا هستند؟ اول مردی که لباس زن را می پوشد، دوم زنی که لباس مردها را می پوشد. متاسفانه امروز خواهرای ما و شما، اپهای ما و شما، همسایه های ما و شما که امروز لباس های مرد را در بر کردند و پدر او نگاه دارد، مادر او نگاه دارد، برادر او نگاه دارد. حتی چنان خدا غیرت او جوان گرفت است که حتی پرسیدن نمی تواند که این لباس در بر کردن تو ناجایز است، نادرست است. سبب پوشیدن تو سبب لعنت کردن من در روز قیامت است. من در عذاب خدا میمانم از پشت تو ای خواهری که این لباس مردانه در بر کردی. دوم این بوده است. سوم کسانی که پیغمبر خدا گفتند بچه بازی میکنند. چهارم طایفه‌اش کسانی که با حیوان ها میرسند. اینها هم در لعنت خدا گرفتار هستند. چهارم این کیست؟ و ناکح المرأة من دبورها. پیغمبر خدا گفتند چهارم طایفه‌ای که در لعنت خدا گرفتارند آن جوانهایی هستند که از موضع حاصل زنها استفاده نمیبرند، از موضع تولد استفاده نمیبرند، من دبورها، بلکه از عکس او استفاده میبرند. موضع هایی که برای مرد حلال است استفاده او فقط موضع تولد است، غیر موضع تولد دیگر برای مرد حرام است، دیگر مکانهای زن. از این خاطر من به شما آگاه کردم که امروز شما پیرو مردم غرب نشوید. اونها کافر هستند، اونها روسیا هستند، اونها دوزخی هستند، اونها دشمنی اشدی شما هستند. شما پیروی اونها نشوید، نه در لباسشان. اونها اخلاقی چی دارند؟ اخلاق اسلام پیش است. اونها تمیزی چی دارند؟ الحمدلله که امروز قرآن ما و شما چه برنامه های نیک دارد
کتاب داریم که از همه کتاب‌های دنیا بهتر است. پیغمبر داریم که در همه ساحه زندگی ما و شما برای ما و شما خبر داده است. این باید ما و شما تعلیم اینها را برای خود وظیفه کنیم، نه اخلاق این مردم غرب. رسول اکرم گفته ایستاده است 7 طایفه که از رحمت خدا ناامید هستند، دور هستند، اونها را خدا پاکیزه نمیگرداند، بازم این وارد عذابشان میکند. اون جوانی هست که در دیگر موضعهای زن از دیگر موضعهای زن استفاده میبرد. حتی رسول اکرم میگوید در دیگر حدیث من اتی حائزا او امرأة من دبورها او کاهنا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم. کسی که اگر زن در حالت حیض، در حالتی که کسل 3 روزه است یا از او زیادتر است، یعنی خون میبیند، اگر کدام مردی که در حالت حایض بودن زن با زن نزدیک میشود، یا کسی که با غیر موضع تولد در دیگر موضع های زن استفاده میبرد، فقط کفر بما انزل علی محمد، با خدا قسم که وی به قرآن کافر است. پیغمبر میگوید که با تحقیق کافر است با آن کتابی که بر محمد نازل شده است. این کتاب چی است؟ این قرآن کریم است. با این کتاب کافر است جوانی که زن در حالت حیضش یا زن در غیر موضع حاصلش با او خانه‌داری میکنه. حتی در این حدیث کلمه کاهن هم استفاده کردیم که این لفظ پیغمبری ما و شما او کاهنن. اگر زنی که نزد جادوگر می رود وی هم کافر است، گفت پیغمبری خدا. امروز این مصیبت هم بالای زنهای تمام مردم تاجیک آمدگی هست. در ما و شما میگویند که فلان مرد ملاگی کردن، لیکن این کلمه غلط است، این لفظ صحیح نیست، بلکه ملاگی دیگر است، جادوگری دیگر است. باید گفت که باید جادوگری کردن، نه ملاگی کردن. یک زمان بود چند سال پیش در یک خانه من شام خواندم، نماز شام. ما فوق‌العاده در اون خانه وارد شدیم، زیرا که من پرسیدم خانه هست که در اینجا نماز خوانیم؟ یک قشلاق بود. گفتن همین خانه ملا هست، میتوانی همجا رفته شامت رو خوانی. وقتی که من داخل این خانه شدم، از نزد دروازه 3 زن نشسته بود. وقتی وارد خانه شدم، یک زن همراه ملا نشسته بود. اون ملا نبود، ولی جادوگر بود. نشسته بود تا حال وقتی شام قریب که گذشته بود، نصفش تا حال وی نماز شام نخوانده بود. وقتی من در آمدم گفتم نماز شام میخوانم، ویم از جاش شاید از شرم من خیست از پس من نیت کرد، ما شام خواندیم. وقتی خواندیم من وقتی زیاد داشتم اونجا نشستم، حتی وی از من شرمم نکرد، به من اهمیتم نداد. اون زمانها البته ما نه واعظی میکردیم نه خطیب بودیم، بلکه یک آدمی بگیم ناشناسی بودیم. وی به سوی همان زن چی گفت؟ گفت این 7 سوزنی که در دست تو میدهم، اینها را هر کدامش در 100 متر که رفتی پرتا و پست نظر نکن. و این تخمی که در دست تو میتون، در بالای تخم هر کل حرفها و رقمها نویساندگی بود. اینا برده در زیر همون دیگدانی که خوراک میپزین و یا میکنی، خسور و خوشتامن و شوهری تو باید درک نیابد و یا در زیر وی میگرانی. هر گاهی که اگر در زیر همون دیگدانچه علاو میکنن، چند قدر محبت شوهر به تو باز زیاد میشود. اون زن تبسم کردن، با یکدیگر چقچق میکردن، میخندیدن. در حالت رفتن باز چند مقدار پول در پیش این کس گذاشت و خسته رفت. لیکن من چی میگویم؟ من میگویم این خواهری که اولا رفته این گناه
جادوگرها را باور میکند. اولا جادوگر که خودش کافر است. در اسلام حکم جادوگر فقط کشتن از قتل است و خود این کسی که رفته سخن او را باور میکند و هم کافر است. این خواهر عزیز اگر مراجعت فارد، اگر پند ما برای او معقول باشد، نه پیش جادوگر رفتن در کار، نه پیش یک داملا رفتن در کار، بلکه برای آنی که دل شوهری تو برای تو گرم شود، شوهر تو را احترام کند، خسر و خوشامد در حق تو دعا کند. احترام کن کلانترها را، شوهر را احترام کن، با قدر شوهر برس، دل شوهر برای تو گرم می شود، شوهر تو را احترام میکند. من باور کن، با باوری کامل میگویم که یک بار وقتی که اگر کار این زن برار گرفت، دوم بار وقتی پیش این جادوگر می رود، این از دست اون جادوگر سالم بر نمی گردد، حتمی و استفاده می برد. این جادوگر حتمی این زن مثل زن خودش استفاده می برد، بعد دوم بار کاری و بود می کند. چی مصیبت کلانی هست که زنها امروز چی دواها دارند. یک زن دیگر پیش یک مرد آمد در همین زمان ما و شما و گفت برای من چنان یک نسخه تمار می نویسی که شوهر من به زن دوم میل نکند، زن دوم نگیرد. این ملا میگوید من از او پرسان کردم که شوهرت دستش میرسد به دولت است؟ باید گفت بله دستش میرسد به دولت است، هیچ کمبودی ندارم، فقط رشک دارم که شوهرم زن دوم نگیرد، نمیخواهم. این ملا بوده است، خدا رحمت و مغفرتش کند. الحال در پهلوهای ما دور میگردد. وای به من حکایت کرد، میگوید من بر او گفتم خدا در قرآن گفته است فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و الرباع. خواهر عزیز گفته است اولا من این گونه نسخه تمار ندارم که شوهر تو را از زن دوم گرفتن من کنم. دوم این که خدا در قرآن میگوید هر یک مردی که دستش میرسد حقوق دارد که یک زن، دو زن، سه زن، چهار زن در نکاح خود درآورد. این فرمان خداست. اگر چنده که امروز این فرمان خداوند خلاف قانون زمان ما و شماست، لیکن آن خدایی که این قانونگرها را خودش آفریده است همان ذات فرمان میدهد هر مرد حقوق دارد، دو زن، سه زن، چهار زن گیرد. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. لیکن مرد دوم زن میتواند، سیوم زن میتواند، چهارم زن میتواند. خدا در دوام این آیت میگوید که اگر عدالت داشته باشد، با زن معامله خوب داشته باشد، فقط برای یک ماه و دو ماه و برای زیبا بودن او و دیگر شرط های او و استفاده نکند. زیرا پیغمبر خدا میگوید اذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القیامت و شقه الساقی. کسی در دنیا دو زن داشته باشد لیکن در بین این دو زن عدالت جاری کرده نتواند، در روز قیامت با یک طرف قاق شده از قبر میخیزد. این ملا میگوید من همچنان به او حکایت کردم که خواهر عزیز تو در این کار ضدیتی نشان نده، مبارزه نبر، زیرا که شاید مبارزه بری یعنی در این معامله شاید که تو را این شوهر طلاق دهد، حیاتی تو خیلی حیاتی ناآرام شود. برای همین برای او بگذار که وای زن دوم هم گیرد. مادام تو را همه شرایط که تأمین کرده باشد چه جای رشک است؟ وقتی که تو رشک میکنی این معنای او را دارد که تو خلاف گفته خدای خود عمل میکنی. زنی بود به نام رابعه. من میخواهم به همان زنهایی که برای زن دوم و سوم بودن شوهرهاشان ضدیتی نشان میدهند از یک زن
از عالم همین زنها، از خود زنها یا حکایت کنم. شاید که این سخنی من بر همان گوش همان خواهرها و اپه‌های برسد که مثال شوهرای آنها 2 زنه باشند، 3 زنه باشند. این جنایت نیست در اسلام. اگرچه امروز از همه ده باز ضرورتر است، مهمتر است که خواهرای ما و شما در قد راه چی در کارهای ناشایسته دست میزنند. همه آنها بیچاره زارن، منتظرن که حتی زن دوم برای آنها را قرار دهند. از حرامیده نخواه که یک نکاح حلال بهتر نباشد. میگوید این رابعه ادویه نام داشتند، فرزند اسماعیل بودند. مردم شام ادویهش میگن همین رابعه را. باره میگوید احمدی فرزند حواریه را نزد خود فریاد کرد. گفت ای حضرت احمد. حضرت احمد بسیار یک اولیاء متقدمین بود، شبان روزان در عبادت بود. رابعه هم از او کمی نداشت. گفت احمد، گفت من میخواهم تو را شوهر خود قرار دهم. احمد میگوید گفتن رابعه گفتن من بسیار مشغول هستم، من شبان روزان عبادت دارم. من میترسم که وقتی که اگر زنی را در نکاح خود درآرم، شاید که در عبادت من خلل پیدا شود، شاید که من دیگر عبادت ها پره انجام دادن نتوانم. رابعه گفتن احمد گفتن من از تو هیچ کمی ندارم در عبادت. من هم مثل تو شب و روز عبادت دارم. من هم از روی شهوت داشتنم تو را شوهر خود انتخاب نمیکنم. شهوتی منم بلند نیست، لیکن من شوهر پیشینه من از دنیا گذشت، بی نهایت با دولت مرد بود، مالی بسیار در خانه من میراث مانده است. من میخواهم که این مال میراث شوهرم را ای احمد، تو که دوست خدا هستی، تو که یکی از عابدان در راه خدا هستی، میخواهم به تو دهم و رفیقان تو که همه اولیاء الله هستند میخواهم به آنها دهم و با این راه به آنها شناس شوم و با برکات این رفیقان تو به خدا نزدیک شوم. رابعه ادویه این سخن گفتند. احمد میگوید بعد شنیدن این سخن رابعه در دلش مثل یک الاو افتید. در حال نزد استاد خود سلیمان دارانی آمدند و گفتند استاد، گفتند این سخن رابعه هست و این پیشنهاد رابعه هست. استادش گفتند که این سخنی هست که بجز دوست از زبان دوستان خدا دیگر از هیچ زبان نمی براید. از این خاطر این رابعه را در نکاح خود درآر. احمد میگوید آمدم و رابعه را در نکاح خود درآوردم و آن مال و ملکی که داشت برای تمام رفیقان خود تقسیم کردم، برای دوستان خدا تقسیم کردم. و میگه روز از روزها رابعه چی گفت؟ احمد گفت تو مرد هستی. خداوند در قرآن برای مردها خبر داده است که هر مرد میتواند 2 زن، 3 زن، 4 زن در نکاح درآورد. از این خاطر من زنی مالدار هستم، میخواهم که از مال خودم تو را صاحب زن دوم گردانم، تو را صاحب زن سوم گردانم، تو را صاحب زن چهارم گردانم. و همچنان کرد. احمد را میگوید با دست خود زن داد. احمد میگوید من حیرت میماندم از رابعه. وقتی میگوید من از خانه رابعه بیرون میشدم و میخواستم که به خانه زن دوم روم یا سوم روم، این رابعه چکار میکرد؟ در حال میگوید لباسهای مرا خوشبو میکرد، سر و ریش مرا شانه میزد، بدنهای مرا پاکیزه میکرد و میگفت که با این زیباگی، با این بوی خوش، با این قوت کاملا نزد زن خود رو تا که وی تحقیر نکند که زن اوله تو به تو اهمیت نمیدهد. با این گونه حالت ها ببین زنها روزها گذرانیدند. از این خاطر از همه خواهرها التماس دارم که نزد جادوگرها نرویم. برای بهبودی زندگیتان برای شما بهترین راه وجود دارد.
همان خانه ای که تو زندگی میکنی خسر داری، خوشتامن داری، برادرهای شوهر است، خواهرهای شوهر است، خود شوهر است، اونها را شما احترام کنین، با قدر اون اولاد برسین، هر سخنی که شوهر میگوید اطاعت کنین، به خدا قسم اون شوهر از اولادش دیده تو را دوستتر میدارد، تو را احترامت میکنه. و این نسخه های اونها دروغ هستند، اونها تأثیر ندارند. در بعض کتاب ها دوستان خدا میگویند که کسان جادوگر شده میتوانند که هیچگاه باید که اونها با تن حلال نگردند، یعنی دائم باید با جنوب باشند. در آن صورت نسخه اونها تأثیر میکنند، زیرا اونها کافر هستند. از این خاطر از خواهرها خبر میدیم که یک بانگ خطر است، نسخه گیرید یک طرف در همون خانه تو را استفاده میبرد، چی شرمندگی میشود، حیاتی تو تلخ میشود. دیگر چی هست؟ دیگر دوام حدیث پیغمبری خدا، پیغمبر گفتند دیگر شخصی که در لعنت خدا گرفتار است، این والظان بالحلیلة جاری، و دیگرش والمؤذی جاره حتی یلعنه. اینا هر دوش قریب از روی معنا یک معنا دارند. یک تا این کسی هست که با زن همسایه زنا میکنه، یعنی یا از نبودن شوهری او استفاده میبرد یا دیگر حالت ها را استفاده میبرد با زن همسایه وقتی که زنا میکند. این هم از همون 7 طایفه هستند که در لعنت خدا گرفتار هستند. و دیگرش آزاردهنده همسایه، کسانی که همسایه را آزار میدهند، اونها هم در لعنت خدا گرفتار هستند. پیغمبر خدا میگوید 3 بار این لفظ تکرار کردن، والله لا یؤمنو، والله لا یؤمنو، والله لا یؤمنو. قسم به خدا گفتند که ایمان ندارد، ایمان ندارد، ایمان ندارد. قیل من یا رسول الله، گفته شد از جانب صحابه های پیغمبر، ای پیغمبر کی هست که ایمان ندارد؟ پیغمبر خدا گفتند الذی لا یأمن جاره بوائقه، کسی که همسایه دارد لکن از شر او، از ضرر او ایمن نیست، این ایمان ندارد. گفتم پیغمبر یعنی یک همسایه داری که هیچ جا سفر کرده نمیتوانی از دست بدبختی همون همسایه را، چه از روی زبانش، چه از روی دستش، چه از روی افعال بدش، چه از نیتهای بدش، دائم ترسان است که شاید که با زن من، شاید با دختر من، شاید با فرزندهای من ضرر این همسایه برسد. اگر این گونه همسایه در پهلوی ما و شما باشد، پیغمبر گفتند قسم به خدا گفتند این همسایه ایمان ندارد. این بود این حدیثی که دوامی حدیثی که برای شما از جمعه پیشین بود خبر دادم و میخواهم که دوام موضوع احترام شوهر را برای شما خبر دهم. دیگر حقی که شوهر بالای زن دارد، این من حقه ان لا تعطی شیئا من بیته الا باذنه، فان فعل ذلك كان عليها الوزر وله الاجر. پیغمبر چی گفتند؟ گفتند دیگر حقی که شوهر بالای زن دارد این است که از خانه شوهر، از مال شوهر، از مال خانه چیزی نه به خویش خودش، نه به خویش شوهرش، نه به همسایه ها تقسیم نکند تا اگر اجازت شوهر نباشد. بس اگر اجازت شوهر را ناگرفته از مال خانه با کسی اگر چیزی دهد، پیغمبر گفتند کان علیها الوزر، در این دادگی که این زن داد، اگرچه با نیت صدقه داد، با نیت خیر داد، پیغمبر خدا گفتند این زن در نزد خدا گناهگار شد، وله الاجر، ثواب این خیر احسان در نامه اعمال شوهر نویسانده می شود. زیرا که این زن به اجازت شوهر مال شوهر، مال خانه را
با همسایه یا خیش قومیت شوهر یا از خودش تقسیم میکنه. در این زن البته گناهگار است. حتی رسول اکرم میگوید در دیگر حدیث ها که لا یحل لامرأة ان تطعم من بیته الا باذنه فان اطعمت بغیر اذنه کان علیها الوزر و له الاجر. اگر زن در خانه طعام بپزد یا اینکه چندین نفرها را در خاندان شوهر فریاد زند از زنها، لیکن شوهر درک ندارد، در این خیر احسان کردگی زن گناهگار می شود و ثواب اون خیر احسان پیغمبر خدا گفتند در نامه اعمال شوهر نویسانده می شود. یعنی زنها هیچگاه حقوق ندارند حتی سوزن را از خانه به اجازت شوهر با کسی دهند. باید هر کاری که میکنن با اجازت شوهر باشه. پیغمبر خدا چه حدیث های مبارکی گفتند کدام زن گفتند ای پیغمبر خدا از همه زنها دیده بهترین زن کدام زنها به حساب می رود؟ پیغمبر خدا گفتند اذا نظر الیها زوجها سرته و اذا امرها اطاعته و اذا غاب عنه حفظته فی نفسها و ماله. پیغمبر خدا گفتند بهترین زن همان زنی هست که وقتی شوهر اگر به چهره وی نظر کند، چهره وی چنان یک چهره کشاده باشد، یک چهره خندانروی باشد که شوهر از دیدن او خوشنود شود. یعنی در چهره زن وقتی که شوهر نظر میکند خود عبادت است. وقتی شوهر به جانب چهره زن نگاه میکند، زن در این نگاه شوهر الله که ثواب میگیرد، با شرطی که اگر چهره زن خندانرو باشد، با یک دهان خنده شوهر اگر پیشواز گیرد. لیکن وقتی که شوهر می آید و این زن با یک قوقها و با یک روی ترش اگر شوهر قبول سازد و در لعنت خدا گرفتار می شود. زیرا سعدی را خدا رحمت کنه میگوید به زندان قاضی گرفتار به اگر در خانه بینی در ابرو قاضی که خیلی زندانی پر وحشت و پر عذاب است، گفته است همان زندان برای مرد بهتر است وقتی که اگر در چهره زن او ابروهای گره بسته میبینی، وقتی که ابروی وی چهره وی ترش است و شوهر با دیدن او ناخشنود می شود، ناراحت می شود، از این گونه زن نگاه کردن همان زندان قاضی بهتر است. رسول اکرم گفتند بهترین زن همان زنی که با دیدن او مرد خوشنود می شود. بهترین زن در دوام حدیث گفتند همان زنی هست که اگر مرد او را فرمان دهد وای فرمان شوهر را به جا بیارد، دیگر زبان درازی نکند، دیگر عقلکی نکند، دیگر گپگردانی نکند، هر امری که شوهر برای او امر میکند باید که اطاعت کند. این بهترین زنها هست. و در دوام پیغمبر خدا گفتند بهترین زنها همان زنهایی هستند که وقت شوهرهای اونها غایب هستند اونها مال شوهر را محافظت میکنند، با کسی نمیدهند به اجازت شوهر، و نفس خودشان هم محافظت میکنند تا آمدن شوهر. این دوم حق. سوم حق چی است؟ ان لا تصوم تطوعا. سوم حق که شوهرها بالای زن دارند الا باذنی. زنها حقوق ندارند روزه نافله دارند تا اگر شوهرها به اونها اجازت ندهند. یعنی اگر زن ماه رمضان باشد و شوهر به او امر کند که روزه نگیر، این حالت در شوهر اطاعت نمی کند، زیرا روزه این امر خدا هست، فرمان خدا هست. در فرمان خداوند هیچگاه شوهر اطاعت نمی کند وقتی شوهر خلاف گفته خدا رفتار کند. لیکن در غیر روزه های نفل، یعنی در غیر روزه های فریضه مثل غیر روزه رمضان، دیگر روزه هایی که می‌دارند روزه های نافله یعنی زیادتی،
هر روزه که میدارم باید که از شوهرها پرسن که من فردا روزه میگیرم. اگر شوهر گوید روزه گیر، روزه میگیرد. اگر گوید شوهر که روزه نگیر، وای حق ندارد که روزه گیرد. حتی رسول الله در دوام حدیث میگوید که فإن فعل ذلك جاعت و عطشت ولم یقبل منها. اگر این زن سخن شوهر قبول نکند و روزه گیرد، این حالت ده به این زن میگد همان گرسنگی و تشنگی میرسد و روزه این زن خدا قبول نمیکند. دیگر حقی که شوهر، من مختصرا برای شما بیان میکنم تا که این جمعه این صحبت انجام دهیم. چهارم حقی که شوهر بالای زن دارد این است که ان لا تخرج من بیته الا باذنه. از خانه شوهر بیرون نشود تا اگر اجازت شوهر نباشد. اگرچه پدر او وفات میکند، مادر وی وفات میکند، برادر وی وفات میکند، دوگانه وی وفات میکند، همسایه پهلو بدگی وفات میکند، وی حق ندارد که از خانه بیرون شود تا وقتی که اگر اجازت شوهر نگیرد. زیرا که وی اگر، رسول اکرم میگوید فإن فعل لعنتها الملائکة حتی ترجع الى بیتها او تتوب. اگر به اجازت شوهر کجای از خانه بیرون شود رود، در لعنت ملائکه ها قرار دارد تا وقتی که به سوی خانه میگردد و توبه به سوی خدا میکند و شوهر راضی میگرداند. تا این زمان در لعنت خدا هست. زمانهای پیغمبر بود. این حکایه را شاید شنیده باشین. یکی من برای شما باز موردی حکایه آمد سخن میکنم. زنی بود میگوید به نهایت زنی مسلمان بود، پدر و مادری مسلمان داشت و یک شوهری داشت که وی تاجر بود، سوداگر بود. البته سوداگرهای اون روزه مثل الحال نیست که سحر میرفتن بیگاه گشته آمده به خانه برسند. اون زمانها 3 ماه و 6 ماه و 1 سال برای سودا از مکه بیرون می شدن، از مدینه بیرون می شدن، به سوی دولت‌های یمن برای تجارت می رفتن. این زن میگوید در خانه بود، شوهر به او امر کرد که من فردا به تجارت می روم، لیکن برای تو یک امر میکنم که تا آمدن من از خانه بیرون نمی شوی. هر مشکلاتی که بالای تو می آید خانه را ترک نساز. زنهای اون زمانه اطاعت میکردند، سخن شوهر را قبول میکردند. این مرد میگوید خلاص من مختصرا حکایه میکنم. این مرد میگوید گرفتن همان توشه و آن اسبابی که برای راه لازم بود برای خود گرفتن و از خانه بیرون شدند. از بین میگوید شاید هفته گذشت یا ماه گذشت که به ناگاه برادر این زن، اکه این زن دوان آمد، گفت خواهر عزیز، گفت پدرم گفت در حالت نزع جان است و دعوت کرد که آمده از من عیادت کند، از من خبر گیرد. این زن گفتن، برادر عزیز گفتن اولا شوهر بر من امر کرد که من از خانه بیرون نشوم و دوم اینکه پیغمبر خدا زنده هستند، رفته از پیغمبر خدا بپرس، اگر اجازت دهد میروم، اجازت ندهد نمیروم. میگوید این برادر آمد در نزد پیغمبر خدا، پرسیدن گفتن پدرم در حالت نزع جان است و از خواهرم پرسان دارد، اجازت میدهی یا نه؟ پیغمبر خدا چی گفتن؟ اطیعی زوجکی. گفتن فرزند عزیز رفته به خواهرت بگو که اطاعت از شوهرش کند، این بهتر است که برای عیادت پدرش رود. این برادر آمده گفتند، در حال خواهر قبول کردند. باز از بین میگوید 1 هفته گذشت که آمد این برادر و گفت پدرم از دنیا گذشت، در مراسم دفنش آیا اشتراک میکنی یا نه؟ این زنی مسلمان بود، گفت رفته از پیغمبر خدا پرسان کن، اگر اجازت دهد میروم، اجازت ندهد من فرمان شوهر را به جا میارم. میگوید رفتن این برادر پرسیدن، پیغمبر خدا گفتن
اطاعت شوهر برای خواهر تو بهتر است از اینکه در مراسم جنازه پدرش اشتراک کنند. برادر رفتند مراسم پدر را گذرانیدند، خواهر در خانه این شوهر باقی ماند. بعد 1 سال این شوهر آمد و درکدار شد که خسر او از دنیا گذشته است و از زن خود پرسید آیا اشتراک کردی؟ گفت نه اشتراک نکردم، زیرا امر شما بود که من از خانه بیرون نشوم. میگوید این شوهر به هر حال غمگین شد و نزد پیغمبر خدا آمد. گفت پیغمبر خدا چرا رخصت ندادی که این عائله من رفته از پدر خود عیادت میکرد، در دفن او اشتراک میکرد. پیغمبر خدا میگوید با تبسم با این جوان گشته گفتند با این شوهر این زن ان الله قد غفر لابیها بطاعتها لزوجها. گفتند ای فرزند عزیز این خسور تو، گفتند این پدر این عروس بسیار آدم گناهگار بودند، لیکن با سبب آنه که دختری و احترام شوهر را کرد، سخن شوهر را نشکست، خداوند با احترام این دختر گناههای پدر را گذشت و وی را وارد جنت گردانید. برای یک اطاعتی که دختر از شوهر خود کرده است، خداوند پدر او را که آدم گناهگار بوده است از عذاب خود نجات داده است. البته به البته هر یک پدر، هر یک مادری که این گونه دختر را تربیه میکند، دختر اسلامی تربیه میکند، دختر تربیه میکند که در خانه شوهر مثل پدر و مادر خسر و خوشتامن را احترام میکند، مثل برادرهای خود شوهر را احترام میکند، با قدر همه اون اولاد اجداد میرسد، بازم این 5 وقت نماز خود ادا میکند، بازم این زنی با حیا هست، البته پدر و مادر او وارد جنت میشود. این عذاب و این مشقت و این تربیه‌ای که این پدر و مادر کردن، البته به البته ثواب او را انشاءالله در قبر و در روز قیامت این پدر و مادر برخوردار میشوند. خوش به حال همون پدر و مادری که این گونه دختر را تربیه میکنند و در یک جوان مسلمان تسلیم میکنند. خوش به حالشان. دیگر نه در اون اولاد جنگ است، نه جنجال است، نه نافهمی است. اکثر این جنجال ها و اکثر این طلاق ها و اکثر این نافهمی هایی که در اولاد این دو جوان در عائله پیدا می شود، در زندگی این دو جوان پیدا می شود، این سبب بد اخلاق بدن یا زن است یا همون پسر است. دیگر آخران حقی که شوهر بالای زن دارد این چی است؟ این پیغمبر خدا گفتند ولکم علیهن الا یؤتین فروشکم احدا تکرهون. پیغمبر گفتند دیگر حقوقی که شوهرها بالای زنها دارند این است که باید که زنها در نبودن شوهر هیچ مرد بیگانه را به مهمانی قبول نکنند، یا اینکه مرد را که این شوهری وی بد میبیند وی را در خانه مهمان نکند. یعنی خلاص این که وقتی شوهر در خانه نباشد زن حقوق ندارد که از مردهایی که رفیقهای شوهری هستند اونها را در خانه همچون مهمان قبول بسازد. اگر مبادای فرزندهای با بالغ دارد، فرزندهای با عقل بچه داشته باشد، مرحمت، میتواند که اون بچه ها این مرد در این خانه قبول کنند، مهمان نوازی کنند. لیکن وقتی نباشند باید که این زنها حقوق ندارند که پیش اونها برآمده مرحمت شوهر من نباشد، خانهش هست گفته این گونه البته معامله با اون مردها نکنند، زیرا که در اون خانهش هست، لیکن در اون خانه چنان کارهای انجام می‌یابد که لعنت خدا بالای شما میبارد. این معامله نیک نیست، این شعار نیک نیست. اولا اون مرد باید خود عقل کند که در خانه مردینه نباشد، باید داخل نشود.
میپرسی که شوهرت هست، فلانی هست، میگوید نیست. اگرچه تکلیفت میکنم پس گرد، داخل نشو، زیرا اونجا برای تو یک خانه فتنه میشود. رسول اکرم گفتن لا تدخلوا علی المغیبات فإن الشیطان یجری من احدکم مجری الدم. بین رسول اکرم میگوید وقتی در خانه ای که شوهرها نباشند، مردها وجود نداشته باشند، شما این مردها داخل اون خاندان نشوین، زیرا شیطان در وجود شما چنان داخل می شود که مثل که خون در داخل رگ می گردد. چلی که خون در داخل رگ داخل می شود، حرکت می کند، این چنین شیطان در وجود شما وسواس پیدا می کند. باید که شما مردای عزیز، برادرای عزیز، در خاندانهایی که نباشند داخل نشوین. هیچگاه این کار برای خودم کار مقبول نشماره. حتی رسول اکرم گفتن ایاکم والدخول علی النساء، بر همه شما ای مردها واجب است این که در خاندانی که زن تنها باشد شما داخل نشوید. فقال الرجل من الانصار، میگوید وقتی پیغمبر این سخن گفتن، یک مرد از انصاری از جای خود خیست، گفت پیغمبری خدا ارأیت الحمو، اگر به شرطی که برادری زن باشد یا دادری زن باشد یا بچه عمکی زن باشد یا بچه تقای او باشد یا همسیفی او باشد، در این چی میگوی ای پیغمبر؟ رسول الله گفتن که الحمو الموت. یوسف قرضاوی هم اینو بسیار خوب تحلیل کردن، گفتن این نفرهایی که تو نامبر کردی اینها مرگ هستند برای زن. گفت یعنی اینها گفت با فتنه نزدیکتر هستند از بیگانه دیدن. اگر بچه عمک او میگوید وقتی در خانه او میهمان شود، در نبودن شوهر او، این زن به طریق اولا با او سلام میکند، با او صحبت میکند، با او یک جا مینشیند، این حالت فتنه به آنها نزدیکتر است از او که یک مرد بیگانه داخل میشود. حتی که امام مازری در تفسیر این حدیث میگوید که الحمو، پیغمبر گفته است اینجا پدر عروس در نظر دارد. حتی میگوید که همون زن پدرش در نبودن شوهر اجازت نیست که مهمان خود قبول کند. امام مازری میگوید این من به اون جهت به شما گفتم که وقتی پدرش در حالت نبودن شوهر که در این خانه حاضر نشود، پس برادری او، بچه عمک و طلبه و دیگر با طریق اولا جایز نیست که با او هم نشینی کند. بسیار فتنه کلان است. اینا هستند حقوقهای شوهر بالای زن. رسول اکرم گفتن ثلاثتون لا ترفعوا صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا. سه طایفه هست که اگرچه نمازم که خوانند، نماز اینها از بالای سرشان یک وجه بالا نمی رود. یعنی وقتی ما و شما نماز میخوانیم، عبادت میکنیم، این عبادت های ما و شما را ثوابش پرواز میکند نزد خداوند برای قبول میرفتند، اینا را ملائکه ها میبردند. لیکن برای سه طایفه عملهاشون از ثوابشون از بالای سرشون یک وجه بالا نمیبرند. یعنی مقصد اینها عملهاشون قبول نمیشوند. اینا کیا هستند؟ یکم رجل اما قوما و هم له کارهون، یکم مرد در یک دهه، در یک مسجد، در یک شهر، در یک ولایت ملا هست، پیشوا هست، لیکن مردم وی نمیخواهد، مردم وی بد میبینند، زیرا وی در اصل سله و جلک دارد، لیکن داخل وی بسیار سیاه است، بسیار فاسق است، هیچگاه برای اسلام خدمت نمیکند، فقط ظاهری وی ملا است، باطن وی بسیار چرکین است. مردم وی بد میبینند، نمیخواهند که در محراب وی باشد، نمیخواهند که از پس وی نماز خوانند، لیکن وی چی به زوری حکومت باشد، چی به زوری مثال پولداریش باشد، چی به زوری فرزند خیش قومیتش همین محراب از خود کرده است، این گونه امام ها را پیغمبر خدا گفتند در لعنت خدا گرفتار هستند. لعنت به آنها. من هم میگویم، زیرا رسول اکرم میگوید ابکو علی دین اذا ولیه غیر اهلی، بر همین دین اسلام گریه کنین ای امت اسلام وقتی پیشوای شما نابکار باشد، وقتی ملای شما فاسق است، وقتی پیشوای شما در علمش عمل کننده نیست، وای فقط تلف مسلمان میخواهد، با دین تان گریه کنین که دین شما در زیان میارد. همه دعا کنین که خدا این خیل ملا را از این محراب خدا دور کنه.
خداوند این خیل ملا را سرنگون کند. اینا باید شما در همه دعاتان کنید. خداوند باید به شما پیشواهای دید که غمخوار اسلام باشند، دلسوز اسلام باشند، نه بدخواه اسلام. این گونه ملاها داره ما و شما. یکم گفتن پیغمبر این است که در لعنت خدا گرفتار هستند و ثواب اینها را خدا قبول نمیکنند، نمازهای اینها را. دوم کی است؟ و امرأة باتت و زوجها علیها ساخط. این پیغمبری در بعض روایت غضبان هم آمده است. یعنی دوم زنی که در یک خانه با شوهر خود زندگی میکند، در یک پهلوی شوهر خواب است، با یکدیگر قهری هستند، با یکدیگر ملال هستند. شوهر بالای از اون زن ناراضی هست. این زنها هم در لعنت خدا گرفتار هستند. شبان روزن نماز خوانند، نمازشان در نزد خدا قبول نیست. سوم و رجل متصارمان گفتم پیغمبر، دو مردی که با یکدیگر قهری هستند، مسلمان هستند، در یک مسجد نماز میخوانند، در یک دهه زندگی میکنند یا در یک شهر زندگی میکنند، هر دو الحمدلله مسلمانی میگویند، لیکن هر دوش قهری هستند، با یکدیگر سخن نمیگویند. اینها در لعنت خدا گرفتار هستند. نماز اینها را خداوند قبول نمیگرداند. باره میگوید پیغمبر خدا خانه فاطمه آمدند. فاطمه را بسیار دوست میداشتند. میخوام با همین حدیث موضوع امروزه را انجام دهم. جاء رسول الله صلی الله علیه و سلم الى بیت فاطمه ولم یجد علیا رضی الله عنه فقال یا فاطمه این ابن عمک. میگوید بار خانه فاطمه آمدن، گفتن ای فاطمه، ای جگرگوشه من، چرا در خانه علی نیست؟ یعنی علی شوهر فاطمه بود، داماد پیغمبر بود. حضرت فاطمه شفاعت کننده کل زنهای امت اسلام گفتند ای پدر بزرگوار، گفتند کان بینی و بینه شیء فغاضبنی و ذهب لا ادری این ذهب. پدر بزرگوار گفتند الحال گفتند بین ما شاید یک ساعت پیش یک جنجال شد، ما با علی جنجال کردیم، نه مثل جنجال های امروزه. بعض جوان مسلمان خدا پدر و مادرش رحمت کنند میگوید که زن من میگوید در دهن تو من فلان کنم. خدا ترا بدبخت میسازد، خدا ترا روسیا میسازد، تو نام مادری را رسوا کردگی هستی. این گونه غضب در بین علی و فاطمه نبود. میگوید گفتن پدر بزرگوار کمی بین ما یک نافهمی شد، حضرت علی ملال شدند و از خانه بر آمدن، نمیدانم کجا رفتند. رسول اکرم میگوید غضبناک شدند، گفتند یا فلان انظر عین علی. میگوید سر از خانه بیرون کردن، یک امت را فیراد کردن، گفتند ای مرد کنی تفتیش کن علی کجا رفته باشد. میگوید این مرد دوان آمدن گفتند یا رسول الله هو فی المسجد. ای پیغمبر خدا علی گفت در مسجد خواب است. گفت مسجدهای اون زمانه این گونه قالین ها نداشتند، از خاک عبارت بود. رسول اکرم میگوید وقتی من داخل مسجد شدن، پیغمبر خدا دیدن که حضرت علی بالای خاک خواب است. آمدن میگد و پشت و چهره علی را میگه از خاک تازه کردن، زیرا رسول اکرم گفته است من احب علی فقط احبنی و من ابغض علی فقط ابغضنی. کسی علی را دوست می‌دارد به تحقیق مرا دوست می‌دارد، کسی علی را بد می‌بیند به تحقیق مرا بد می‌بیند. علی را دوست می‌داشتند. میگوید یگانه آدمی بود که در حالت غضب پیغمبر با پیغمبر صحبت میکرد، این علی بود. بسیار علی را دوست می‌داشتند. آمدن میگه چهره و پشت و روی او را تازه کردند و گفتند قم یا ابو تراب. این کنیت، این لقب بود که پیغمبر بر علی گذاشت که این کنیت، این لقب با علی بسیار خوش آمد.
چی گفت؟ خیز گفت ای مردی که در خاک گفت آغشته هستی، خیز ای پدری خاک. وقتی علی شنید از جای خود خیز، احترام میکرد پیغمبر را و دست علی را گرفت و به خانه آمدند. وقتی وارد خانه شدند و دیدند که در چهره پیغمبر که دیگرگونی هست، فاطمه در حال حس کردند که پدرش از او راضی نیستند، ناخشنود هستند برای این کاری که نسبت شوهر خود علی کرده است. در حال میگوید فاطمه دویدن از دست پیغمبر خدا قپیدن، گفتن پیغمبر پیش از آنه که علی از خانه من برآید، من نزد علی آمدم و پشیمانی خود پیش او اظهار کردم و طفت حوله 7 مرات، گرد علی 7 پیچ دور گشتم و گفتم ارضی عنی، و گفتم علی از من راضی شو، بالای من غضب نکن. من از علی این گونه مراجعت ها کردم و از من راضی شد، بعد از خانه من بیرون شد. رسول اکرم وقتی که این سخن از فاطمه که شنیدن این حالت میگاد، باز رسول اکرم خوشنود شدند و گفتند یا فاطمه والذی بالحق نبیا لو مت قبل ان ترضی علیا لم اصلی علیکی. رضاء الزوج هو رضاء الله و سخط الزوج هو سخط الله. ای فاطمه گفتند ای جگرگوشه من، ای دختری من، گفتند قسم بر آن خدایی که پدری تو را به پیغمبری فرستاد، اگر تو پیش از راضیگی علی از دنیا میگذشتی لم اصلی علیکی، من نماز جنازه تو را نمیخواندم. یقین بدان گفت ای فاطمه که رضاگی شوهر رضاگی خداست و غضب شوهر این غضب خداست. این بود تعلیمات پیغمبر خدا نسبت دختری خود و نسبت تمام دخترهای امت خود. این معامله پیغمبر خدا هست. از همه خواهرای عزیز، مادرای عزیز، خواهش و التماس من همین است که با قدر شوهرها برسید. با شوهرها گپگردانی نکنین، شوهرها را به احترامی نکنین. چگونه ای که جمعه پیشین برای شما قید کردم، اگرچه این شوهرها در نزد شما قدر ندارند، قیمت ندارند، لکن حورهای جنتی چی گفتن؟ قاتلک الله فانه هو عندك الدخیل. شما را ای زنها خدا قتل کند، اینها در نزد شما موقت هستند، زود است که نزد ما می آیند. یعنی زود است که این جوانهایی که میبینیم چی پولدار هستند، چی بی پول هستند، چی حسنی خوب دارند، چی حسنی ناخوب دارند، اینها در نزد حورهای جنتی با قدر هستند. اینها در نزد خدای خود با قدر هستند. حضرت اصحمی میگوید در جنگل یک زنی را دیدم که به نهایت زیبا بود و یک زمان پس میگه شوهرش آمد، نگاه کردم به نهایت زیشت رو بود. گفتم ای زنی زیبا همین شوهری تو هست؟ گفت بله. گفت با همین زنی که چهره سیاه دارد، چهره بد دارد، ترش دارد، چی یک شکلی ناخوبه دارد، با این تو راضی هستی زندگی کنی؟ گفته حضرت اصحمی گفت این لفظ را دیگر تکرار نکن. این زنی زیبا گفت این لفظ را تکرار نکن. شاید که گفت این مرد در نزد خدا چنان کاری ثواب کرده باشد که این زنی زیبا را ثواب این مرد گردانیده باشد، و شاید که من در نزد خدا چنان یک معامله ناخوب کرده باشم که این مرد را عقوبت من گردانیده باشد. بین چی معامله، چی یک سخن زیبای از جانب زنها صدا میداد. از این خاطر همه شما باید که البته در رفتار زنهای خود دائم نظارت کنین و باید که زنهای شما را احترام کنن. و چگونه ای که مراجعت کردم باز مراجعت میکنم که خواهرای عزیز با قدر شوهرها رسید. اگر شما خواهید که جنتی شوین، اگر شما خواهید خداوند از شما راضی، پیغمبر از شما راضی، قرآن از شما راضی، با قدر شوهرها رسید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.